این لفتکی همین وادی حصار دور سالای 50 همین وادی حصار همین خیلی لباس داشتن، همین خیلی میگشتن، همین خیلی عروس میشدن، همین خیلی آستینای دراز داشتن. اینا سر آستین میگفتن، به همین عروس نمیشدن برای که دست نتوه. قزاقی میگفتن اینا باید که گردن نتوه. من از کودکی لفتک میساختم. خیلی کودکی بود. با کلانم کشیدیم، برای نبیره‌ها ساختیم، برای فرزندامون ساختیم. خیلی ایرشته میساختیم ما اون لفتک‌های. او دور همین خیلی بود ایرشته میساخت. با رفته با دیگه خیلی لفتک‌ها با دلم اومد که همین تغییر تیم و تکمیل تیم و دیگه خیلی سازم. با پخته قطعی ساختم، خودم روی همون متای قاش و چشم میکردم، برای سوزن میدوختم. تنش من همین بقلشکایی که نو برامد ای هوای میکردم. خیلی سر و لباس میکردم، توقی میکردم، روی سر همه چی میکردم. با خواستم که لفتکای با زمانوی سازم. یک بار ای تلویزیون همه خیلی شنیدم که چه خیلی میسازم. همین خود آموز خودم پلاستیلین گرفتم. ای پلاستیلین هیکلچه ساختم. هیکلچه بالاش ده 7 قوت گزیت قطعی با کلیت چسباندم. سری همین لفتک ساختم تنش ایچو پخته ساختم، تیار کردم. بعد سر و لباس، موی سر، همه چی همین پوشوندم. خیلی لفتکی زمانوی شد بچه جون. این بوزای تاجیکی خودمون ای بچه جان. این بوزا هر یک خانه ده هست. این بوزا این همین لباس هایی که کودکا ده میخرن میپوشونن پدر و مادراشون. خیلی ادا میشون کهنه شد گفته میپرتون. این خیلی بوزو گوسپند میسازن.